وطندارای عزیز، سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را شکر میگیم برای یک روز دیگه، یک موقع دیگه که خداوند برای ما داده تا که ما به حضور خداوند بیاییم به این ترتیب و کلام مقدسش، بله کلام مقدسش سرش توجه بکنیم. خدا را شکر میکنیم که خدا ما را بسیار زیاد دوست داره. دوستی خدا را انتهایی نیست. انسان ها در این دنیا از فکر، ذهن و از مذاهب و ادیان خود خدا را به ترتیب هایی میشناسه و اما کلام مقدس خدا ما را در مورد حقیقت خدا میگه که کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. خدا کسی است که او خالق و مالک هر چیز هست. هر چیزی را که ما میبینیم و چیزهایی را که ما نمیبینیم، چیزهای دیدنی و نادیدنی، تمامیش خالقش خداوند است. و کلام خدا میگه اونمو خداوند به نسبت دوستی بسیار زیاد خود، به نسبت دوستی بسیار زیاد خود به صورت انسان در میان ما آمد. در ابتدا کلام بود، کلام با خدا بود و خدا خودش همان کلام بود. از ابتدا کلام با خدا بود. هر چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیز در آفرینش آفریده نشده. زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده. او در دنیا بود، دنیا به وسیله او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند، اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به نام او ایمان آوردند این حق را داد، این اختیار را داد که فرزندان خدا شوند. که این فرزندی، این تولد مانند تولدهای معمولی و در اثر تمایلات نفسانی و در اثر خواهش بشر نه، بلکه از خدا صورت میگیره. از خداست این تولد. همو کلام که در ازل با خدا بود، همو کلام که توسطش هر چیز خلق شد، جسم گشت، به صورت انسان در میان ما جای گرفت و جلال از او کلام ما دیدیم، شکوه و جلال شایسته پسر یگانه پدر و پر از فیض و راستی. پر از فیض و راستی. کلام خدا برای ما میگه که کسی هرگز خدا را ندیده، اما آن پسر یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده. خدا ما را اقدر زیاد دوست داره که به خاطر از این دوستی بسیار زیاد خود او خودش جامعه انسانی را می پوشه، او پوست انسانی را می پوشه، در جسم انسان در میان ما می آید. خدا ما را اقدر زیاد دوست داره. دوستی خدا را انتهایی نیست. دوستای ما، برادرها و خوارای ما که در افغانستان هستند همیشه این سوال از ما میکنن و حق به جانب هم هستن که بکنن، چون تعلیماتی که ما یافتیم در تمام زندگی خود در افغانستان از کودکی تا عمری که ما میتونیم تلفن بکنیم به یک برنامه و سوال بکنیم و غیره، حتما چیزهای خلق میشه در ذهن ما که چطور امکان داره این چیزا، چطور امکان داره که شما میگین که خدا به صورت انسان آمد به خاطر انسان ها. خدا بی نیاز است. برای خدا لازم نیست که این کار را بکنه. بسیار سوال خوب و کاملا منطقی است. و اما ما باید در اینجا هم توجه بکنیم که خدا که خالق و مالک ما هست، او میخواهد که انسان نجات بده.
و پیش خدا چون خدا عادل هست ما در بی‌عدالتی قرار داریم. پیش خدا که خدا مقدس است ما در ناپاکی قرار داریم. پیش که خدا نور است ما در تاریکی قرار داریم. پیش خدا که او صاحب نجات و شکوه و جلال است ما بدون هیچ گونه جلال هستیم. پس او آمد که ما را از زیر بار سنگین گناه، از تاریکی، از موت نجات بده. آیا خدا نمیتونست که فرشته های خدا رایی بکنه که ما را نجات بده؟ میتونست و اما بی‌عدالتی صورت میگرفت چون خدا عادل است. او نمیتونه که عدالت خدا پایمال بکنه. آیا نمیتونست که او انبیای خدا بفرسته که توسط انبیایش ما نجات بیافیم؟ هرگز نه، چون تمامی انبیا تمامیشان از یک سر گناهکار بودن. ناپاکی نمیتونه ناپاکی دیگر پاک کنه، بلکه ناپاکی با ناپاکی یک جای شده دو تا ناپاکی یعنی زیادتر ناپاکی میشه. تنها قدوسیت، تنها یک چیز مقدس میتونه که چیز نامقدس از بین ببره و در این صورت گناه ما را عیسی مسیح بالای خود میگیره. او کفاره گناهان ما را با خون خود میپردازه. خدا به صورت انسان میآید و انسان مصلوب میشه. انسانی که 100% انسان هست و در عین حال 100% خدا. او به صورت انسانی کاملا بیگناه بر صلیب مصلوب میشه. او کفاره گناهان ما را میپردازه. از همین خاطر در کلام خدا ما میخوانیم که تنها یک خداست و یک میانجیگر بین خدا و انسان و او انسان عیسی مسیح است. او انسان عیسی مسیح است. بسیار جالب است این آیت. نمیگه او خدا، میگه او انسان. خدایی که به صورت انسان میآید انسان جور میشه به صورت ما و بین خدا، بین قدوسیت خود و بین ما انسانهایی که مجبور هستیم. بله، او دستگیر ما میشه، او میانجیگر میشه تا که ما را مقبول خدا بسازه. ناپاکی ما نمیتونه که مقدس شوه، بلکه ما تقدیس میشیم توسط خون عیسی مسیح که بر صلیب او ریخت. امیست پلان عظیم خدا، بله، نقشه نجات خدا برای انسان و ما نیاز داریم به خدا و لازم است بر ما که ما از گناهان خود توبه بکنیم، از گناهان خود توبه بکنیم و خود تسلیم عیسی مسیح بکنیم و شاگرد عیسی مسیح شویم. کلام خدا برای ما میگه که با زبان ما اقرار میکنیم و در قلب خود ما عیسی مسیح را به حیث خداوند میپذیریم. در قلب خود ما ایمان میاریم که عیسی مسیح خداوند است. نجات چیست؟ حیات ابدی چیست؟ کلام خدا برای ما از دهان عیسی مسیح میگه حیات ابدی است که تو خدای زنده و یگانه پسرت عیسی مسیح را بشناسن. اگر شما میخواین نجات بیافین، اگر شما میخواین که حیات جاودان بیافین، حیات ابدی، زندگی همیشه بیافین، او در عیسی مسیح موجود است. عیسی مسیح در فصل 8 آیت 58 انجیل مقدس یوحنا برای یهودیان میگه، برای ملاهای یهود میگه پیش از تولد ابراهیم ما هستم. او نمیگه که ما بودم، بلکه او نام خدا را میگیره حیه، به معنای حیات. خدا خودش حیات است و عیسی مسیح میگه من زندگی هستم در فصل 14 انجیل یوحنا آیت 6 و در آیت 58 فصل 8 او میگه که پیش از تولد ابراهیم من هستم. او نمیگه من بودم، او نمیگه که من بودم و هستم، او میگه من هستم. کلمه حیه در فصل 3 آیت 14 کتاب خروج در کتاب تورات نوشته شده. ابراهیم بیش از 2000 سال از این وقتی که عیسی مسیح کلمات گفت زندگی میکرد. 2000 سال یعنی 20 قرن
20 صد سال و یا به گفته اردو زبان ها 20 صدی او زندگی میکرد. و اما عیسی مسیح میگه پیش از تولد ابراهیم من هستم. او ایرم میگه که ابراهیم مشتاق از این بود که روز مرا ببینه و دید و خوشحال هم شد. کلام خدا برای ما میگه که هر چیز، در هر چیز نام عیسی مسیح مقدم است. در هر چیز نام عیسی مسیح اول است و اگر شما به این ایمان میارین خدا شما را نجات میده. به دوم و سوم و چهارم نه، اول عیسی مسیح است. تنها و تنها در عیسی مسیح نجات شما میتونین بیافین. و ما دعا میکنیم که خداوند ما را برکت بده امروز. ای خداوندی عزیز، تو برکت بده وطندارای ما را که و کلامت بفهمن، کلامت درک بکنن و عیسی مسیح را یگانه نجاتگر بشناسن. به نام عیسی مسیح آمین. آمین. خدا را باز هم بسیار شکرگزار هستیم برای تمامی چیزهایی که خداوند برای ما داده و ما خدا را شکر میکنیم که برادر عزیزم شعیب جان امروز باز کلام خدا را برای ما بخش میکنه، از کلام خدا برای ما میاره. و اما ما ضمن شما وطندارای عزیز مرا تشویق میکنم که سری گفته برادرها و خورای ایرانی ما سری به وبسایت برادر شعیب هم حتما بزنین و وبسایتشان آدرسش هست زندگی.tv زندگی.tv و یا afghanctv.com. در اینجا برین برنامه های بسیار زیبا بسیار مقبوله که برادر عزیزم شعیب جان و خواهرم مریم جان تهیه کردن برای افغان ها در مورد فامیل، در مورد اجتماع، در مورد حیات جاودان در عیسی مسیح، در مورد از اینکه چطور یک زندگی کامیاب داشته باشیم در عیسی مسیح. کامیابی به این معنا نمیده که صاحب وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم پولدار میشیم و بس خلاص دیگه هر مسئله حل میشه. نه، کامیاب به این پیروز در هر شرط، در هر مشکل، در هر مصائب در دنیا ما کامیاب هستیم، چون وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم ما وارد جنت میشیم. از امون لحظه وارد جنت میشیم. ما شهری آسمان میشیم. شهری خدا ویزای جنت برای ما میته و این ویزا را هیچ کسی از دست ما گرفته نمیتونه، هیچ کسی از بین برده نمیتونه. امکان نداره. حتی مرگ نمیتونه این ویزا را از بین ببره، بلکه در آخر مرگ مجبور میشه که او یک پل جور شوه تا وقتی که ما میموریم توسط از او ما در جنت میریم. چقدر دیزاین عجیب، نقشه عجیب خدا. باز هم تشویق میکنم که در وبسایت برادر عزیزم شعیب جان حتما سری بزنین afghanctv.com و برنامه های بسیار خوب در اوج شما میتونین بیافین، کتاب مقدس و بسیار چیزهای دیگه. تماس هم میتونین کتشان بگیرین. و اما آل ما از برادر عزیزم دعوت میکنم و خوشحال هستم که بازم کت ما هستن امروز در مورد هویت و تولد نو در عیسی مسیح برادر عزیز ما صحبت میکنه و ازشان میشنویم. شعیب جان برادر عزیزم وطندار گل مانده نباشی. من هم به شما و به فامیل همچنان به تمام کارکنای برنامه آواز مسیح و بر تمام افغان ها و ایرانی ها و تاجیک ها برسه. بسیار بسیار تشکر برادر عزیزم. من میفهمم که من قبلا برات نگفته بودم ایره، یعنی بیخبر از ایتی سوال میکنم و اما بدون از اینکه نامبری کنین، بدون از اینکه نام ببرین که در کجا رفته بودین، در کدام کشورها رفته بودین، در کدام جایا سفر داشتین، ما میخوایم که شما بگوین که در طی سفرتان افغانای مسیحی را من میفهمم که شما ملاقات کردین در چندین کشور و بخیر برگشتین. یک راپوره که ریزگک بتین باعث تشویق مسیحیان افغان در روی دنیا میشه. واقعا تشکر میکنم و ما در اروپا همچنان در امریکا و کانادا با مسیحای افغان، با ده ها مسیحی افغان ملاقات کردم و اونا همشان بر شما سلام و احترامات تقدیم کردن، بر شما و کارکنایتان، و واقعا همه مسیحی ها بسیار شکرگزار هستند از برنامه شما و اونا برنامه شما را میبینن هر روز و نه تنها لذت میبرن بلکه همچنان از کلام خدا که شما پخش میکنین و توشیح میکنن، اونا همچنان صاحب یک چیز نوی میشن که شما بر از اونا تشریح میکنین کلام خدا را در روح خدا و همشان شکرگزار هستند و سلام های خدا بر شما تقدیم میکنن و امیدوار هستند که یک روز شما را هم
در پهلوی خود ببینن. بسیار بسیار تشکر برادر عزیزم. این تماما از فیض خداست و از محبتی که در عیسی مسیح ما داریم. اون قسمی که عیسی مسیح میگه یکدیگر را دوست بدارید، این از همین سبب مردم شما را میشناسه که شاگردای ما هستین. واقعا همین دوستی و محبت که بین ما هست از عیسی مسیح سرچشمه میگیره و واضح است که ما در یک خانواده خداوند هستیم، در یک خانواده هستیم که خداوند ما را نجات داده و یک فامیل و یک قوم خاص از ما ساخته. برادر عزیزم بسیار تشکر باز هم و ما واقعا میخواهیم که از شما امروز کلام خدا را بشنویم. بله دوستای عزیز، ما وقت در این سفر خود در اروپا و امریکا و کانادا ما وقت رفتم با ایماندارا صحبت کردیم، شیشتیم، قصه کردیم و یک سوالی که ما از اونا کردم گفتم دیگر افغانا، دیگر ایرانی ها، دیگر افغان ها در مورد ما اونا چی فکر میکنن که ما کی هستیم؟ خب هر کس جواب های مختلف داد و بالاخره ما به این نتیجه که بزرگترین چیزی که افغان های ما در مورد مسیحی ها میگن، در مورد مسیحی های افغان یا مسیحی های ایرانی، اونا میگن اینا مرتد هستند. مرتد در کلمهش یعنی رانده شده و ما فکر میکنم که ما بعد سوال کردم که خب ما چی کاری کردیم که ما را افغان های ما یا ایرانی های ما رانده شده بگوین؟ مگر گناهی از ما سر زده؟ مگر ما کدام بدی کردیم؟ امروز افغان ها و ایرانی های مسیحی در افغانستان، ایران و تاجیکستان اونا خدمت میکنن، هر روز به دیگه افغان ها و تاجیک ها یا به دیگه ایرانی ها خدمت میکنن، اونا را دوست دارن، اونا را مهربان هستن با دیگران. پس چی بدی از ما سر زده که اینا اینطور ما را میگن یا به نام مرتد یا مختلف گپ های دیگه بد هم است و او گپ هایی را که افغان های ما میزن یکیش گپ های خوب نیست، همیش گپ های بد است ولی ما هیچ کاری نکردیم و بالاخره همه به این نتیجه رسیدیم که علت عمده از این است که افغان های ما، ایرانی های ما اکثریت از کلام خدا بیخبر هستند و کلام خدا را نخواندن. شاید شنیده باشن چیزهای در عقیده خود یا شنیده باشن، ولی اما مطلعی که ما و شما داریم میگیم که شنیده کی بود مانند دیده. ما از افغان های خود که امروز ما را میبینن، بیننده های خود از ایرانی ها، یک خواهش می است که دوستا برین به وبسایت ها یا ببین کوشش کنین کلام خدا را خودتون پیدا کنین و بخوانین با چشم های خود، ببینین که در کلام خدا چی نوشته شده. و حالا ما میخوایم از کلام خدا بر شما بخوانم که هویت ما کی هستیم. وقتی ما میگیم پیرو مسیح هستیم، وقتی هر ایرانی یا هر افغان یا هر تاجیک میگه پیرو عیسی مسیح، این در کلام خدا چی معنا میده؟ ما کلام خدا بر ما چی هویت میده؟ حسین جان شما میشه از کلام خدا از اول پتروس آیه اول تا سوم بخوانین؟ بله. در اینجا نوشته است از طرف پتروس رسول عیسی مسیح به کسانی که در سر تا سر ایالت پونتوس، غلاطیه، کاپادوکیه، آسیا و بتونیه مهاجر و پراگنده شده و برگزیده خداوند. خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما روز افزون باد. و آیه سوم بله. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. آیت 4 نه خیلی همین کفایت میکنه. بله. ببینید دوستا، این از طرف پتروس رسول عیسی مسیح. رسول چی معنا میده؟ رسول پیام رسانه میگن، کسی که یک پیام میرسانه. خود پتروس اینجا خود از خود چیز نمیگه، او فقط پیام رسانه کی است؟ پیام رسانه عیسی مسیح است. میگه به کسایی که در سراسر ایالات مختلف. ببینین در او وقت مسیحی ها اینم تو رقم امروز که مسیحی های افغان هستند در همه جا، حتی در تمام دنیا یا مسیحی های ایرانی پراگنده هستند، او زمان هم مسیحی ها در قرن اول همینطور پراگنده شده بودند. اگر ما امی آیات را با یک شکل تفسیر کنیم یا تشریح و توشیح کنیم برای بیننده های ما، اینطور میگیم از طرف پتروس رسول عیسی مسیح به همه افغان های مسیحی، ایرانی های مسیحی که در سراسر افغانستان، در ولایات مختلف، در استان های مختلف ایران
و در جهان امروز هستند، در هر ولایت مهاجر و پراگنده شده. ما هم مهاجر شدیم و افغان ها امروز هم بسیاریش افغان های مسیحی، ایرانی های مسیحی بعض اوقات مشکل است، میتونن از خود شهر خود باید به جای دیگه برن به خاطر مشکلات. پراگنده شده همه. ولی میگه چی میگه اینجا؟ پراگنده شده و برگزیده خدا اند. دوستا این اینجاست که هویت ما در عیسی مسیح و در خدا ما را برگزیده. هر تک تک افغان مسیحی را، چه مرد چه زن، چه جوان چه پیر، چه طفل چه، همه را چی کرده؟ خداوند برگزیده. در هر جایی که ما هستیم، چه در داخل افغانستان، داخل ایران، تاجیکستان، یا چه در خارج از او، در پاکستان، هندوستان و یا هر کشور دیگه که هستیم، چی شدیم؟ ما برگزیده های خداوند هستیم. وقتی ما میگیم برگزیده های خداوند، این به این معنی است که دیگه ما کی نیستیم؟ ما دیگه مرتد و رانده شده نیستیم، بلکه ما را خداوند برگزیده، ما را خداوند انتخاب کرده. ما انتخاب شده از جانب کی هستیم؟ از جانب خود خدا، از طریق عیسی مسیح هستیم. بله. پس اینجا چی میگه؟ خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. ببینید دوستا، ما وقتی میگیم مسیحی یا عیسوی، مهم در اینجا ما نیستیم. مهم در اینجا خود مسیح و عیسی به عربی عیسی را میگن و عیسوی میگیم یا مسیحی میگیم. مهم در ما، در ایمان ما خود ما مهم نیستیم، بلکه مهم کی است؟ مهم عیسی و مسیح است. چرا ما اگر شما مسیح را از مسیحی پس کنین، با او یک یا میمانه یا یک حرف است که هیچ معنا نداره. و همچنان اگر عیسی را از عیسوی شما پس کنین، یک تنها یا میمانه که هیچ معنایی نداره، حرف آخر کلمه است. ولیکن ما از طریق مسیح هستیم که ما مسیحی هستیم. ما از طریق عیسی هستیم که ما عیسوی هستیم. این عیسی مسیح بود که ما را برگزید و چی کرد؟ یعنی اطاعت میکنیم ما هستیم و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. ببینید دوستا، ما همه انسان ها در زندان گناه هستند. بعضی ها در زندان سیاست هستند، بعضی ها در زندان پول هستند، ولی همه ما در زندان چی بودیم؟ در زندان گناه بودیم. و اینجا عیسی مسیح چی کرد؟ همونطور که حسین جان گفت، عیسی مسیح به این دنیا آمد، جامعه یا لباس انسانی را پوشید و ما را چی کرد؟ نه تنها معجزه کرد، بلکه با خون خود چی کرد؟ ما را از این زندان رها کرد، در زندان گناه رها کرد و ما را پاک ساخت، ما را خرید. و اینجا چی میگه؟ اینجا فیض و سلامتی برای شما روز افزون باد. این چی معناست؟ نه تنها یک بار خرید، بلکه او هر روز دوستا، هموطنای عزیز، هر روز عیسی مسیح فیض و سلامتی خود میخواه به صورت رایگان به ما بده. رایگان. او از ما فقط ایمان میخواه. در آیت 3 چی میگه؟ میگه سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. ببینید دوستا، این تولد نو به چی معناست؟ یکی از ما در کلام خدا شما هم شاید خوانده باشین که یکی از معلمای شریعت از عیسی مسیح پرسان میکنه، میگه که ما چطور کنم که زندگی جاوید پیدا کنم؟ عیسی مسیح برادو میگه تو باید از نو تولد شوی. این معلم شریعت میگه، بسیار تعجب میکنه، چطور میگه ما با این سن سالک دارم، شاید ریش سفید بوده، چطور میگه من بعد دوباره به رحم مادر خود برم؟ یعنی بسیار تعجب میشه. اما عیسی مسیح با جا میگه نی، باید از روح خدا دوباره تولد شوی. اینجا هم تولد نو وقتی میگه وقتی عیسی مسیح دوباره زنده شد، او به ما چی میده؟ تولد نو میده. این تولد نو چی رقم است دوستان؟ همه ما شاید با کرم پیله یا کرم پیله ابریشم شاید آشنایی داشته باشند دوستان. این کرم پیله بسیار در روی خاک میگرده، هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره. هر کس میتونه سرش پای خود بگذاره یا در درخت است میخواد از بین بره. ولی این کرم پیله بعد از این که از بین میره، پوست میته، از این چی به وجود میاد؟ از این پروانه به وجود میاد. ببینین این پروانه چقدر مقبول است. گفتیم با کرم پیله کسی اونقدر ارزش قائل نیست، اما وقتی پروانه میشه این چقدر مقبول میشه. تولد نو در ما انسان ها هم مانند امی است. وقتی که روح خدا از طریق عیسی مسیح میاد در قلب ما تولد نو پیدا میکنیم. ما مانند امی پروانه چی میشیم؟ از زندان گناه آزاد میشیم. از زندان امی کرم بودن، بی ارزش بودن. شاید بعضی از
افغان های ما مانند امی کرم پیاله فکر کنن یا ایرانی هم چقدر بی ارزش هستن، زندگیشان چقدر بی ارزش است. اما عیسی مسیح چی میکنه؟ عیسی مسیح میگه نه، ما بر شما ارزش میدم، ما بر شما چی میدم؟ اهمیت میدم، ما بر شما را آزاد میسازم. و من حیث پروانه، اکثر دوستای ما شاعرها بسیار از پروانه در شعرهای خود استفاده میکنن و اکثرا پروانه را با چی تشبیه میکنن؟ میگن پروانه همیشه نور خوش داره. بله. نور و روشنایی همیشه در نور زندگی میکنه و بالاخره در نور از بین میره. بله. ما مسیحی ها هم وقتی این تولد تازه را از طریق روح خدا به وسیله عیسی مسیح پیدا میکنیم، ما همیشه در نور عیسی مسیح زنده هستیم. آمین. امروز اگر نور عیسی مسیح در بین مسیحی های افغان نباشه، در بین مسیحی های ایرانی یا هر مسیحی که در دنیا است، ما هیچ هستیم دیگه، ما اما تاریکی بیش نیستیم. آمین. و همچنان در امین نور عیسی مسیح ما از این دنیای فانی را ما میمریم و بالاخره با عیسی مسیح بر ابد زندگی میکنیم. ببینید دوستا که ما مسیحی ها بدون عیسی مسیح، بدون نور عیسی مسیح، بدون بخشایش عیسی مسیح، بدون فیض و سلامت عیسی مسیح ما هیچ هستیم. و در اینجا در اخیر میگه و امید زنده به ما بخشیده است. ببینید دوستا، همونطور که حسین جان گفت، همه مذاهب، بسیار مذاهب دیگه بر ما چی میکنن؟ بر ما وعده بهشت، وعده زندگی جاویده بعد از اینکه ما میمریم به ما میده. اما امروز عیسی مسیح وعده زندگی جاویده در امی دنیا به هر یک ما شما میده، به همین دنیا. و ما صاحب تولد نو و زندگی نو در امی دنیا میشیم. آمین. شاید جان، بله، با اجازه تان یک برادر ما بسیار وقت است که روی خط هستن، اگر تلفنشان بگیریم با اجازه تان. بله بفرمایید. و بعد از او البته یک چند کلمه را من میخوایم اضافه کنم به چیزهایی که شما گفتین با اجازه تان. بله. علی جان وطنداری عزیز من، بسیار تشکر از تلفنتان، روی خط هستین، بفرمایین. خوبی آقای عباس؟ اندریاس. بفرمایین علی جان، میشنویم آوازتانه. خوبی آقای عباس؟ سلامتی؟ خسته نباشی از شبکه. بسیار تشکر برادر عزیزم، بسیار تشکر. بفرمایین. از برنامه‌تون شکرگزاری میکنیم. از ساهای هم محلتون. میشنویم. بسیار تشکر. خواستم راجع به مثلا 7 سال که به حاضر باشم اینا گزارش کنم. زندگیم خیلی خوب میگذره. از زندگیم که برگشته خیلی راضیم. خدا رو شکر میکنم دوباره که مثلا این زندگی شیرین دارم و دارم پیش میبرم. فقط کتاب مقدس را ندارم. همین. برادر عزیزم علی جان، ما براتان دعا میکنم. بسیار تشکر از اینکه شما تلفن کردین. و شما کی به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ تقریبا 7 سال. خدا را شکر است. و علی جان برادر عزیزم، متاسفانه دست ما بسته است از اینکه ما کتاب مقدس برای شما بفرستیم. و اما اگر شما اینترنت دارید، از طریق اینترنت شما میتونید کلام خدا را همیشه حاصل بکنید. اگر شما به آدرس farsibible.com و یا daribible.com و یا afghanbible.com و یا persianbible.com، اگر شما در این وبسایت ها برین حتما کلام خدا را شما اوجا میافین. اما متاسفانه نه اینترنت دارم نه سوادش دارم. برادر عزیزم علی جان، پس به این صورت ما تشویق میکنم شما را، تشویق میکنم که همیشه این برنامه ها را از کانال محبت، همیشه این برنامه ها را ببینین که باعث تشویقتان میشه. چون از این طریق شما میتونین کلام خدا را فرا بگیرین، از این طریق شما میتونین کلام خدا را هم مطالعه بکنین، بشنوین و هم تفسیرش گوش بگیرین برادر عزیزم. و من براتون دعا میکنم علی جان، براتون دعا میکنم که خداوند شما را برکت بده و خداوند کمک کنه که شما بتانین در عیسی مسیح رشد زیادتر پیدا بکنین.
و خدا را شکر میکنیم. اگر تلفنتان کتی ما مانده بود بعد از برنامه ما برتان باز هم زنگ میزنم که تان صحبت میکنم و ما بسیار تشکر از تلفنتان. شعیب جان برادر عزیزم، مردم تشنه هستند، تشنه عدالت خدا هستند، تشنه کلام خدا هستند. واقعا وقت ما را همچون شما هم شاید بعض پیام ها بگیرین از افغان های ما، وقتی اونا تهدید میکنن یا دو میزنن و قدر زیاد سر ما تاثیر نمیکنه، شاید شما هم تاثیر نکنه، ولی هنگامی که افغان های ما یا ایرانی ها اینا خواهش کلام خدا را میکنن، ولی ما و قدر زیاد امکانات از این نداریم که به ایران برشان روان کنیم. بله. و به خاطرشان این واقعا بعض اوقات ما هم مایوس میشیم، اما خداوند همیشه او در کار است، همیشه کمک میکنه و با دعا میشه خداوند هم حتی افغان های ما، ایرانی های ما در داخل افغانستان هم وقتی همونطور کلام خدا میگه شما بجوید پیدا میکنین. آمین. و خداوند حتما یک راه را برآورده میسازه که این برادر ما هم کتاب مقدس دریافت. آمین آمین. و شعیب جان دیروز ما و خانم عزیزم بین درختها قدم میزدیم. ما در طول 1.5 ساعتی که قدم میزدیم ما 6 تلفن گرفتم که 3 تا از این تلفن ها از افغانستان بود که میخواستن که کلام خدا را چطور پیدا بکنن. یک برادر عزیز ما از مشهد زنگ زدن که ایشان هم افغان بودن و ایشان گفتن که ما چطور میتونیم کلام خدا را بیافهم. یک خواهر عزیز دیگه ما تلفن کردن که ما چطور میتونیم که غسل تعمید بگیرم. ما به عیسی مسیح ایمان آوردم. باور کو شادمان میشیم وقتی که میشنویم از این شهادت ها و تلفن ها که وطندارای ما همیشه کت ما تماس میگیرن. خدا را شکر میکنیم. برادر عزیز، ما به ادامه صحبت های شما مثال بسیار خوب پروانه را دادیم که اگر ما متوجه شویم پروانه همیشه نزدیک نور می باشه. اگر یک شمع در میتیم او نزدیک امو شمع می باشه، حتی با وجود از اینکه شمع او را امکان داره در بتوه اما بازم کوشش میکنه نزدیک از او نور باشه. و اما خدا را ما شکر میکنیم که عیسی مسیح نه تنها ما را پروانه خود، عاشق خود میسازه. وقتی که ما از پروانه صحبت میکنیم به معنای است که عاشق شدن، ما عاشق از این نور شدیم، یعنی عیسی مسیح حتی جان خدا به این عشق میتیم. و اما از این که هم بالاتر ما میخواستم یک آیت به اجازه شما دمیجا بخوانم. شعیب جان به اجازه تان. بله بفرمایید. عیسی مسیح نه تنها در فصل 8 انجیل مقدس یوحنا میگه که من نور دنیا هستم، هر که از پشت ما بیاید، هر که از ما پیروی بکنه در تاریکی گمراه نمیشه بلکه نور زندگی را می داشته باشه. عین شهادت در فصل اول انجیل یوحنا ما میخوانیم که در او نور بود، در او زندگی بود. ما اینجا میخوانیم و واقعا بسیار لازم است که ما سر از این توجه بکنیم که در اینجا نشد زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور آدمیان یعنی از عیسی مسیح نور سرچشمه میگیره. و اما کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره او کیست؟ اینجا بسیار مهم است. نه تنها ما پروانه از این نور هستیم، عاشق از این نور هستیم و حتی جان خدا میخوایم واقعا فدا بکنیم. و اما کلام خدا از این که بالاتر یک چیز رو برای ما شعیب جان میگه و او در فصل 5 انجیل متی. و شما وطندارای عزیز ما اگر کلام خدا را در دست دارین لطفاً فصل 5 و آیت 14 میخوانیم. نوشته است که شما نور دنیا هستید. یعنی عیسی مسیح نه تنها میگه من نور دنیا هستم بلکه کسانی که از روح عیسی مسیح، از طریق عیسی مسیح تولد نو میافن و هم نور میشن و نور با نور وقتی که یک جای میشه نورانی تر میشه. خداوند ما را فرزندان نور میسازه. نه تنها پروانه از او و یا عاشق از او هستیم بلکه ما فرزندان نور میشیم که هیچ مرگ، هیچ تهدید، هیچ مشکل در راه نمیتونه ما را از این نور جدا بسازد چون ما با او یک میشیم. بله دوستا، ببینین وقتی که ما میگیم ما نور میشیم و پس دیگه این گپ هایی که دیگه هموطنای ما با میزن دیگه اینا
به حساب مرتد دیگه نور کس راندک نمیتونه. نور ده همه جای است. آمین. نور کس نمیتونه امروز افغانهای مسیحی یا ایرانی های مسیحی را کس نمیتونه برانه از افغانستان یا ایران، به خاطر که اینا نور خدا هستن، نورانی هستن از طریق عیسی مسیح و همچنان نمک هستن، نمک جامعه ما هستن. امروز هر روز اونا با وجودی که قدر پول و پیسه ندارن ولی هر روز هموطنای ما را کمک میکنن. کسایی را که گشنه هستن اونا کمک میکنن، نان میتن. کسایی را غریب هستن، کسایی را که احتیاج دارن اونا هر روز کمک میکنن و همچنان کلام خدا را میرسانن. شما میشه از اول پتروس آیه 4 تا 9 را هم بخوانین. آیت 4 تا 9 را اینجا میخوانیم. در اینجا نوشته است تا روز میراث را به دست آوریم، این میراث در عالم بالا، در جایی که خراب و ضایع و پژمرده نمی شود برای شما نگه داشته می شود و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد کرد. آیت 6 تا آیت 9. تا آیت 9. این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد، آزمایش های سخت شوید. چنان که طلای فانی در آتش امتحان می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد. اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است، تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند ایمان خالص شما سبب ستایش و جلال افتخار شود. با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی بینید به او ایمان دارید و با خوشی بزرگ و پرشکوهی که غیر قابل توصیف است شادمان هستید. و نتیجه نهایی ایمان شما این است که سبب نجات جانهای شما می شود. تشکر. بله دوستا ببینین اینجا عیسی مسیح چی وعده بزرگ ما. اول ایمان ما به عیسی مسیح است که ما را در امی دنیا نجات میده. و اینجا ما وقتی که با ایماندارا صحبت میکنیم، یک تعداد از ایماندارا عیسی مسیح را در خوابهای خود دیدن که ما خدا را شکر میکنیم. یک تعداد دیگه هم مختلف رویاها دیدن از عیسی مسیح که ما این را شکر میکنیم. و یک تعداد دیگه هم از طریق کلام خدا به عیسی مسیح ایمان آوردن که همینجا است که وقتی عیسی مسیح میگه، حتی میگه شما گرچه مسیح را هنوز ندیده اید او را دوست دارید و یا این که اکنون هم او را نمیبینید به او ایمان دارید. بعضی وقت شاید ما عیسی مسیح را نبینیم ولیکن او را از کارهایش، از چیزی که در کلام خدا گفته چی کارهایی کرده، چی معجزات کرده و بالاخره به خاطر ما در صلیب جان خدا داد و در روز سوم زنده شد. و در این کنفرانس هایی که ما با ایماندارای افغان داشتیم، جالب است که یکی از دوستای ما، برادرهای ما، او مثال بسیار خوبی داد. گفت شما اگر در یک چهارراهی هستین، و شما نمیفهمین راهتانه که به کدام طرف برین و شما راهتان را گم کردین، کی شما را کمک کرده میتونه؟ آیا یک کسی که زنده است یا یک کسی که مرده است؟ آیا مرده میتونه ما را در یک چهارراهی که مثلا در کابل چهارراهی پشتونستان بسیار مشهور است یا شاید در ایران چهارراهی های مختلف دیگه بسیار مشهور است، شما در این چهارراهی بزرگ هستین و نمیفهمین کدام طرف برین، کی شما را میتونه کمک کنه؟ آیا یک مرده میتونه؟ مرده جان نداره، ولی یک کسی که زنده است میتونه دست شما را بگیره و به جایی که شما میخواین بره. اینجا هم گفته که عیسی مسیح چی است؟ عیسی مسیح زنده است. او زنده شد پس از مرگ. یعنی عیسی مسیح یگانه کسی است که ما را در چهارراهی زندگی ما، حتی در گناههای ما میتونه او ما را کمک کنه و دست ما را بگیره و چی کنه؟ ما را نه تنها به زندگی جاودان بلکه در امی دنیا نجات بده، در امی دنیا گناههای ما را ببخشه. و اینجا چی میگه؟ به او ایمان دارید و با خوشی بزرگ و پرشکوه که غیر قابل توصیف است. ببینید دوستان، وقتی ما با دیگه ایماندارای افغان ملاقات کردیم، ما یکی دیگر ایت نمیشناختیم. بعضی ما پشتون بودیم، بعضی ما از ملیت هزاره بودن و یک تعداد هم تاجیک ها بودن. ما هیچ اصلا در زندگی یکی دیگر ندیده بودیم. اما باور کنین که وقتی در بار اول که ما با یکی دیگر سلام کردیم، ما فکر کردیم که در یک خانواده زندگی میکنیم و فکر کردیم که سالها در این خانواده زندگی میکنیم. این به خاطر چیست؟
این به خاطر امی خوشی بزرگی که ما همه در عیسی مسیح داریم است و عیسی مسیح ما را چی میکنه؟ من حیث یک خانواده با هم آمین. ما یک جای میسازه و در اینجا میگه شادمان هستید. همیشه ما مسیحی ها اگر شما دیده باشین، نه تنها مسیحی های افغان و ایرانی بلکه مسیحی های تمام دنیا شادمان هستند. ما این شادمانی تنها از خود ما نیست، بلکه این از امون نور است که عیسی مسیح با ما میته و ما را در قلب ما است و ما را شادمان میسازه و نتیجه نهایی ایزی کلام خدا میگه چی است؟ سبب جانهای شماست. آمین. جانهای ما گرچه در این دنیا ما مسیحی ها در همه جا مورد آزمایش قرار میگیرن. امروز مسیحی های ایرانی بسیار مورد آزمایش های سختی هستند. امروز در زندان هستند، امروز بسیاریشان تهمت میشه برشان، بسیاریشان رنج ها را میبینن، حتی بسیاری شاید نان نداشته باشن. در افغانستان همچنان. اما چی است؟ اینمی ایمان ما است که چی میکنه؟ جانهای ما را نجات میده و ما زندگی جاوید در عیسی مسیح می داشته باشیم. آمین آمین. شما از مسیحایی صحبت کردین که از مختلف اقوام و یا طایفه بودن که یک جای شدیم. ما یک سوال شما میکنم. گفته انگلیسی زبانا تریک کوئسچن است و سوالی است که در باغ عدن چند طایفه، چند ملیت، چند قوم بود؟ بله، این جالب است که هیچ اصلا پیش خداوند ملیت و قوم هیچ اصلا ارزش نداره. بله و ملیت و قوم و نژاد. بله و جالبتر از او است که خداوند ما را در عیسی مسیح یک قوم خاص ساخته، یک قوم خاص. بسیار متوجه باشیم وطندارای عزیزم که مسیحیت برخلاف ادیان و مذاهب یک مذهب و یا دین نیست، بلکه یک ملیت است. مسیحیت یک ملیت است، یک قومیت است و اوست قوم خاص خدا. ما در عیسی مسیح از ملیت‌های مختلف درست است که آمدیم: هزاره، پشتون، تاجیک، فارس، کرد، ترک، که البته یک ترک و یک فارس هم در اینجا داریم، خدا را شکر میکنیم، و پشتون و هر قوم و ملت. وقتی که در عیسی مسیح ما میاییم، ما وارد یک مذهب و یا دین و یا یک فلسفه دیگه نمیشیم، بلکه ما وارد قومیت و یا ملیت خود خدا میشیم. خدا ما را قوم خاص خود میخوانه و ما یک قوم میباشیم. ایست جالبترین چیزی که ما از نقشه باغ عدن میبینیم، که در باغ عدن وقتی که آدم و حوا بود، یعنی اولین پدر و مادر انسانیت، در اوجا ملیت و قوم و نسل و نژاد و لسان و این چیزا نبود، بلکه یک زبان بود، یک ملیت بود، یک قوم بود. و اما در عیسی مسیح قویتر، مهمتر، در نور عیسی مسیح، در روح خدا، ما ملیت خدا و یا قوم خدا برای ابدالآباد می باشیم. چقدر جالب. و شایب جان، شما چیز دیگه هم گفتین که من میخواستم که باز هم اضافه کنم به چیزی که شما گفتین. شما گفتین که وقتی که ما در عیسی مسیح می باشیم، عیسی مسیح، ما فرزندان نور میشیم، دیگه ما مرتد نیستیم، بلکه ما نور هستیم در عیسی مسیح. و مهمترین چیز در اینجا است که کلام خدا میگه نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده. بله بله بفرمایید برادریم. بله واقعا امی گپ است. امروز هر قدر دولت ها بخواین یا کسایی که مسیحی ها را بد میبینن در افغانستان، اونا بخواین، ولی نمیتونن که برانن افغان های مسیحی یا ایرانی های مسیحی، به خاطر که ما نور هستیم و امی افغان های مسیحی هستن امروز یا ایرانی های مسیحی هستن که میرن و کلام خدا را بر دیگران میگن در موردش. و مهم هم امی است که وقتی ما در اروپا از ملیت های مختلف یک جای شدیم، پشتون ها و هزاره ها و تاجیک ها، سه ملیت مهم کشور ما، اینا همه یک جای شدن. اینا در زندگی سابق خود هیچ کس دل خوش از یکی دیگه نداشتن و بعضی هاشون شاید هم یگان چیزی داشتن. ما چی کردیم؟ به شکل نمونوی همه ما یک جای شدیم، دعا کردیم و از یکی دیگه معذرت خواستیم.
از یکی دیگه بخشش خواستیم به خاطر گناهایی که شاید خود ما انجام نداده بودیم اما کسای دیگه به نام پشتون یا به نام هزاره یا به نام تاجک انجام داده بودن و ما معذرت خواستیم و قلباً یکی دیگر بخشیدیم، با هم دیگه یک جای گریه کردیم، با هم دیگر یک جای یکی دیگر بغل کردیم و بخشیدیم و این میتونه یک نمونه خوبه امروز به تمام مردم افغانستان باشه. مسیحی‌ها افغانستان و همچنین مسیحی‌های ایرانی میتونن یک نمونه خوبه بر زندگی نو، بر امید زنده و بر تولد نو بر تمام مردم افغانستان و ایران باشن که اینا چطور در بین خود پشتون، هزاره، ازبک یا همونطور فارس و آذری و یا مناطق مختلفی که در ایران است میتونن یک جای با هم در محبت زندگی کنن، در روشنایی خدا زندگی کنن، در کلام خدا زندگی کنن و این بسیار زیاد واقعا بر ما هم جای افتخار بود که در این کنفرانس رفتیم و همچنین یک درس بود بر همه مسیحی‌ها. دوستای عزیز، شما در هر کجای افغانستان که هستین، مسیحی‌ها در هر کجایی که هستین، شما هم اینمی عیسی مسیح ما را میخواد که مانند یک خانواده، وقتی در یک خانواده هستیم ما فرق داره، مثلا در یک خانواده هم فرق‌های وجود داره، ولی به این معنا نیست که اگر ما وقتی یک فرق در یک خانواده ببینیم ما بگیم که دیگه از این خانواده نیستیم یا قهر کنیم. نه، بلکه در یک خانواده ما فرق داریم، ما نظرهای ما مختلف شاید باشه بعض نظر، اما ما در همیشه در عیسی مسیح چی هستیم؟ یکی هستیم. به خاطر از اینکه عیسی مسیح خودش یکی است و او یگانه کسی بود که آمد ما را هر کدام ما را هر فرد ما را نجات داد و آرزوی ما هم بر همه هموطنان مادمی است که بر ایماندارایی است که شما در عیسی مسیح رشد کنین، در عیسی مسیح هر روز کلام خدا را بخوانید. کلام خدا میگه ایمان از خواندن کلام خدا به وجود میاد. هر روز ما میخوانیم کلام خدا را، شما هم بخوانید. و بر کسایی که ایمان ندارن، بر او افغان‌هایی که ایمان ندارن، ایرانی‌هایی که ایمان ندارن، پیام این است که دوستا شما هم کلام خدا را بخوانید. ما چیزی که میگیم از دل و شکم و روده خود نمیگیم، بلکه این است روی کلام خدا میگیم که عیسی مسیح به این دنیا آمد تا ما را نجات بده و در همین دنیا نجات بده ما را. بله، زندگی مشکل است. ما وقتی مسیحی میشه مشکلات زندگی کم نمیشه، بعض اوقات بیشتر میشه و شما هر کدامتون در زندگی تجربه بیشتر از ما دارین. اما چیزی که عیسی مسیح گفته و اویی است که او گفته که من همیشه تا آخر دنیا با شما هستم و این امید زنده است که ما داریم. ما نه تنها عیسی مسیح در امی دنیا با خود داریم، بلکه وقتی میمریم با او هم زندگی میکنیم. آمین آمین. خدا را واقعا شکر میکنم. باز هم بسیار بسیار تشکر برادر عزیزم شعیب جان از پیامی که شما دادین و واقعا برکت گرفتیم. این لحظه از وطن یک برادر عزیز ما که نمیخواین نامشان افشا شود اما از طریق اسکایپ بر ما نوشته کرده که ما کتاب مقدس به صورت صوتی دارم و اگر کسی میخواه ما میتونم برشان بفرستم. بسیار تشکر و دوست عزیز که شما این پیام بر ما فرستادین و ما کوشش میکنیم که اگر کسی اینطور میخواین، اگر شما میتونین بفرستین واره با شما در رابطه بندازیم که این کار را شما بتونین. باز هم بسیار تشکر از برادر عزیز ما. ضمناً برادر نورالله نور نوشته میکنن امی لحظه در جلسه خانگی هستند و اگر روی پرده میندازیم پیامشانه در اینجا. برادر عزیزم شما برادر نورالله را میشناسین؟ شعیب جان نشته میکنه. برادر گرامی و دوست داشتنی اندریاس عزیز، سلام. ما در جریان جلسه خانگی هستیم. جمعی از ایمانداران هموطن با خانواده های ما در جریان دعا هستیم و برای شما و تمامی وطنداران و وطنداران ما دعا میکنیم که خداوند روزنه های آسمان را بر روی کشور ما باز کرده و صلح و سلامتی آسمان نصیب همه مردم گردد. با احترام نور خدا را شکر میکنیم بر از این پیام برادر عزیز ما. و ضمناً برادر آزاد از رساله فیلیپیان فصل 2 آیت 13 این قسم ای آیت برای ما میته که بر وطندارای عزیز ما میندازیم که بخوانن. نوشته کردن زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش میسازد در شما پدید آورد. یعنی اگر خدا
از ما می خواهد که مقدس زندگی کنیم، نه تنها توسط مرگ عیسی مسیح ما را از اسارت گناه آزاد می کند، بلکه با تعمید روح القدس، پر شدن از روح القدس، روح ما را تقویت می کند تا قدرت ایستادگی در مقابل گناه را داشته باشیم. خدا را شکر، واقعا عیسی مسیح قدرت برای ایماندارای خود میته. وقتی که ما فرزندان نور میشیم، نور برای ما نور میته واقعا. و برادر عزیز دیگه ما که SHD نامشان گذاشتن، نوشته میکنن آمین، God bless افغانستان. آمین. God واقعا bless افغانستان. خداوند واقعا افغانستان برکت بده. اما برکت نجات عیسی مسیح از او که بالاتر برکت دیگه نیست. خدا را شکر میکنیم. شعیب جان، به اجازه تان از خواهر فاطمه یک تلفن میگیریم، اگر شما لطف کرده گوش بگیرین. بله بفرمایید. خواهر فاطمه بسیار تشکر از تلفنتان، روی خط هستین، بفرمایین. هلو بفرمایین خواهر فاطمه. هلو بفرمایین. هلو بفرمایین بفرمایین. بله بله. سلام بر شما. بسیار تشکر. شما خوب هستین؟ بسیار تشکر. بسیار تشکر. خدا را شکر. بسیار تشکر خواهر فاطمه از محبت شما و خدا را شکر میکنیم که خداوند شفا را در خانه شما آورده، خداوند نجات در خانه شما آورده. آمین آمین آمین. خواهر فاطمه میتونین میتونین که با یک چند کلمه برنامه ما کم وقت مانده و اما میتونین که برای همه وطنداران ما بگین که چطور به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ آیا خواهر افغان هستین، ایرانی هستین، تاجیک هستین، از کجا هستین؟ من 6 ساله بودن آوردم. 6 ساله. خدا را شکر. 6 ساله مسیحی شدم. اتفاق دیدم، به چشم خودم دیدم. من حتی خونه نداشتم، خدا به هم خونه داد، برکت داد، بچه هم شفا پیدا کرد. نهم که شاش نمیدید، الان میبینی الحمدلله. خدا را شکر. خیر شما بود واقعا. خدا را شکر. آره والله. خدا را شکر. ممنونتم، از همه ممنونم. دعای خیر برامون نکنید. حتما دعا میکنیم. خواهر فاطمه بسیار تشکر از تلفنتان. بسیار تشکر. آرامش دارم واقعا. خدا را شکر. خدا را شکر. باز هم بسیار تشکر از تلفنتان خواهر عزیز من. و بسیار تشکر از تلفنتان و از محبتتان و دعا میکنیم که خداوند شما را هر روز قوی تر داشته باشد در خداوند عیسی مسیح و اعضای فامیلتان. برادر شایب از شما خواهش میتونیم که دعای کوچک برای خواهر ما بکنین و از برادر و خواهرای مسیحی خود افغان، ایرانی و تاجیک از هم تمامیتان خواهش میکنیم که با ما هم صدا شوید و هم فکر شوید و هم قلب بیاین که دعا کنیم. و برادر شایب یک دقیقه لطفاً دعا کنیم. بله، ما میخوایم از متی فصل 11 آیه 28 بخوانم که عیسی مسیح چه پیام داره به هم افغان ها و ایرانی های ما. میگه ای تمامی زحمت کشان، یعنی ای تمامی افغان ها و ایرانیان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آمین. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است. خداوند سپاسگزار هستیم از این که عیسی مسیح آمد و جانهای ما را آرامی داد. خداوند خواهر ما که زنگ زده بود، تلفن کرده بود، ای گفت که من آرامش یافتم، من صلح یافتم. یگانه کسی که میتونه در این دنیا با همه مشکلات، با همه آزمایش هایش، با تمام
جنجال هایی که داریم ما را آرامی ببخشه، او عیسی مسیح است. خداوند ما دعا میکنم که عیسی مسیح هر روز در زندگی از این خواهر ما و خواهر دیگه ما و برادرای ما و دیگه افغان ها و ایرانی های ما هر روز در زندگی ما باشه. و ما با افغان ها و ایرانی ها دعا میکنم خداوندا که تو اونا را کمک کو، قلب هایشان آرامش بدی و همچنین خداوندا قلب های از اونا را لمس کو که اونا به عیسی مسیح ایمان بیارن. تنها از طریق عیسی مسیح است که ما میتونیم پیش تو قرار بگیریم، با تو رابطه حاصل کنیم. همچنین تنها از طریق عیسی مسیح است که گناه های ما بخشیده میشه. خداوندا کلام تو میگه که عیسی مسیح یگانه کسی است که ما را از این زندان گناه نجات میده. خداوندا حقیقت ما را آزاد میسازه. خداوندا تشکر میکنیم که تو همیشه به وعده هایت وفادار هستی و همیشه تو ما را کمک میکنی در هر جایی که باشیم، در افغانستان، ایران یا خارج از افغانستان، ایران، تاجیکستان. تشکر میکنیم به نام عیسی مسیح. آمین. آمین آمین آمین. شعیب جان برادر عزیزم، باز هم بسیار بسیار تشکر از محبتتان و از اینکه شما این وقتتان دادین در این برنامه تشریف آوردین و کلام خدا را بخش کردین. از طرف من خانواده را سلام میگین و بسیار دوستتان دارم. تشکر ما هم و باور کنین باز هم یک بار دیگه حسین جان که ایماندارا در تمام جاهایی که ما دیدیم یک احترام بخصوص بر شما دارن و همچنان شما را همیشه دوست دارن، بر شما همیشه دعا میکنن و با شما و فامیلتان و با اولادهایتان و با تمام خدماتی که شما میکنین. این پیامی است که ما خودم از اونها شنیدیم و ما خودم بر شما میتونم که و اونا هم بر شما میخواین شما را تشویق کنن که بیشتر و بیشتر در خدمت خداوند همه ما شما باشیم. تشکر از اینکه این وقت به ما هم میسر ساختین. خداوند با شما باشه. تماما از لطف و محبت ایشان هست و تماما از لطف و محبت شماست. بسیار تشکر برادر عزیزم، خدا را شکر میکنیم. وطندار عزیز، برادر عزیز ما چی یک پیام خوبی داد. هویت ما در زندگی نو در عیسی مسیح چیست؟ ما فرزندان نور میشیم وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم. از این که بالاتر و مهمتر چیزی در دنیا نیست، در دنیا واقع نیست. عیسی مسیح امروز از شما دعوت میکنه، میگه پیش ما بیاین و ما برای شما آرامش میتم. او واضحی را میگه، او سرود باز یادم میگه که نزد من بیاد هم آرام جان، بار سنگینت به دوش من بمان. نزد من بیاد هم آرام جان، من راه و من راستی، من نجاتت از بدی. بیا به نزد من بگیر راحت در زندگی. آغوش من باز است، دوست دارم این بدان. دوستای عزیز، آغوش عیسی مسیح واقعا باز است، دوست داره، این را بدان. میگه پیش ما بیا، ما برات آرامش میتونم. از این که وعده عالی تر دیگر در کجا شما میتونین ببینین؟ کلام خدا محبت نامه خداست و با این محبت خود عیسی مسیح شما را دوست داره. فیض خداوند عیسی مسیح کت تمامی شما باشه. آمین. عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادی